با پیرانی منچستر یونایتد مخصوص برآمد کردن ما البته سببگوی اصلی آن است که ما میخواهیم در مورد خبر و آوازهای ترانسفری این دسته ابرقدرت انگلیسی سخن کنیم. وابسته از اون که اولین گزارش ترانسفری خود را بر عوض 55 جمع 5 میلیون یورو از چلسی البته عملی نمود و این گزارش میسون ماونت است. باید گفت که همچنین منچستر یونایتد نزدیک است که بر عوض 50 میلیون یورو اندره آنانا را عوض نماید. این هم نفر است که عوض کننده اساسی دیوید دیخیا خواهد بود. همچنین برای کاسپر خیلوند از اتلانتا میخواهند تا 60 میلیون یورو پرداخت نمایند و این هم از یکی از هدفهای اساسی ترانسفری منچستر یونایتد برای پرقوت کنی خطی حمله است. در منچستر یونایتد باشد میسون ماونت بعد از آنی که آمد رقمی 7 را انتخاب کرد. این هم رقم است که دیوید بکهم، دیوید کانتانا، اریک کانتانا و همچنین کریستیانو رونالدو تحت رقم 7 برآمد کردند. ولی همچنین یکی از نخسترین رقم برای بازیکنانی چون دی ماریا، کاوانی، ممفیس دیپای و دیگر بازیکنان گردید و توجه انتخاب کردن رقم 7 فشارهای زیادتی را البته سر دلها بازیکن به بار می‌آورد و همچنین یکی از بازیکنان ناکام شده در صف منچستر یونایتد این هم مایکل اوین بود که محض همین رقم را انتخاب کرد و آیا تا کدام درجه میسون ماونت تحت رقم 7 در منچستر یونایتد موفق می شود یا نه، اینجا البته گفتن خیلی هم دشوار است. بازیکن دیگری را که منچستر یونایتد یک سال پیش انیقترش 2 سال پیش در سال 2021 بر عوض 73 میلیون پوند استرلینگ به دست آورد از بروسیا دورتموند، این جیدون سانچو بود که عین حال او را فروختن نمیتواند. در واقع بیشتر حالتها خود جیدون سانچو در کرسی احتیاطی قرار دارد و بعد از اونی که با اجاره گرفتنی بود دوباره دورتموند این بازیکن را البته جواب رد گرفت از جانب منچستر یونایتد و در حالی که بازیکن بر عوض 73 میلیون خریداری شد عین حال بر عوض 60 میلیون فروخته نمی شود. اون کس در بازار خریدار ندارد و البته ترسیدن از اون ممکن است که میسون ماونت را چنین تقدیری تلخ جیدون سانچو در منچستر یونایتد دامنگیر نشود و چی می شود البته در مسیر موسم بعدی خواهیم دید.